ببین آمریکا خوبه ها، ولی مثلا حمل و نقل عمومی خوبی اصلا نداره. مثلا تو اگر یه اتوبوس رو از دست بدی، فاصله این اتوبوس تا اتوبوس بعدی که همون مسیر رو میره ممکنه 40 دقیقه زمان ببره. ناراحتی برگرد. من کلا خودم زندگی کردن توی آمریکا رو خیلی دوست دارم، ولی یه بدی که داره اینه که اینجا کلا خیلی دزدی میشه از مغازه ها اینا. خیلی ناراحتی برگرد. اکثر آدما اینجا کلا خیلی فرندلی ان و خیلی رفتار دوستانه ای دارن، ولی رفتار نجات پرستانه هم دیده میشه. یعنی مثلا حتی سیاه‌پوستا که میگن بهشون نگاه نجات پرستانه میشه، خودشون خیلی وقتا نجات پرستن. دوست نداری میتونی برگردی. من دیگه تقریبا به سبک غذا خوردن آمریکایی‌ها آشنا شدم و جوری که متوجه شدم اینه که غذاهاشون خیلی ناسالم و هورمونیه که من اصلا دوست ندارم. و اصلا برگردی. ببین کلا یکی از بدیهای آمریکا اینه که مردمش خیلی مصرفگران و اصلا دوست نداری برگرد. یکی از مشکلایی که من با آمریکا دارم اینه که هر چقدر شهرها پرجمعیت‌تر و بزرگتر باشن، توشون آدمای هوملس بیشتره و کلا شما ممکنه اون احساس امنیت. ای بابا مشکل داری برگرد. بوشیم جامون.